سلام، من مهدی هستم، کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی. امروز قراره بهترین تمرینات چربی سوزی رو با هم انجام بدیم. بریم که بهتره کنیم. خب اول باید بگم که همه تمرینات رو در 3 ست 20 تایی انجام میدیم. خب بریم حرکت اول. حرکت اسکوات و جامپ هستش که به این شکل میزنیم. 2 تا اسکوات و 1 جامپ. 1 2 جامپ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. حتما وقتی که میزنیم به هیچ عنوان کمر رو به جلو نیاد، چون کمر درد میگیریم و حتما باسن رو به عقب بره به این شکل. 1 2. خب حرکت دوم میریم برای حرکت ترکیبی دوم که 1 شنا میریم، دست بالا، به این شکل میزنیم. اگر نمیتونیم بزنین سخته براتون روی زانو بزنید، یعنی به این شکل. اگر میتونین کامل به این شکل حرکت رو انجام میدیم. خب همینطور که گفتم 3 ست 20 تایی. بعدی حرکت ترکیبی که به این شکل میزنیم. حتما توجه کنین که فقط دست نره، باید بدن هم همراه آرنج بره به این شکل. حالا تو این زاویه بهتر ببینین. زانو کامل میره پایین، به این شکل میزنیم. دم و بازدم یادتون نره. خب جفت پا رو میزنیم. 20 تکرار چپ، 20 تکرار راست، میشه 1 ست. 3 ست انجام میدیم. حرکت بعدی حرکتیه که رو زانو میریم روی مت و 20 تکرار با پای چپ بلند میشیم به این شکل. دوباره با پای چپ میریم پایین. پای چپ بالا، زانوی چپ میریم پایین. دوباره بعدش با پای راست. پای راست بالا، پای راست پایین. پای راست بالا، پای راست پایین. 20 تکرار چپ، 20 تکرار راست. اینو در 3 ست انجام میدیم. میریم برای حرکت بعد. به این شکل میزنیم. 4 5 6 7. توجه کن که حتما زانوها با دست حتما با هم بیان بالا، نه اینکه پا بیاد بعد بدن بیاد. همزمان 2 تا دست پشت پا به هم میخوره. حرکت ترکیبی بعدی اسکوات میزنیم. چپ راست، چپ راست. گفتم که باید بدن بیاد، نه اینکه فقط دست بره. چپ راست، چپ راست. توی این حرکت هم پاها رو درگیر میکنیم هم عضلات میانی شکم. ببینین به این شکل. 20 تا چپ راست، جفتش میشه 1 4 5 6 7 8 9. میریم برای حرکت بعدی. پا باز پایین، پا باز پایین. 1 بار راست، 1 بار چپ. 4 5 6 7. حتما باسن رو به عقب، قوز نمی کنیم رو به جلو. صاف. راست چپ، پا باز میشه، راست چپ. حرکت بعدی کوهنوردی رو به این شکل میخوایم بزنیم. با 1 پا بالا، 1 2 کامل زانو داخل. 20 تا پای چپ، بعد 20 تا پای راست.
کامل پا میره عقب، بالا صاف، داخل. میریم برای حرکت بعد. رو آرنجا میریم حالت پلنگ رو میگیریم، باز هم به این شکل، به این اندازه. حالا جفت پا باز جمع. 20 تا 3 ست 20 تایی این حرکت رو انجام میدیم. باز هم پایین نیاد و خیلی هم بالا نره، دقیقا به همین اندازه. دم و بازم یادتون نره. حرکت بعد دوباره میریم رو حالت آرنج و پلنگ، این بار باسنا بالاتر. میریم چپ، دوباره بالا میایم راست، باسن بالا که بتونیم قشنگ پهلوهامون رو درگیر کنیم. 20 تا کامل پایین. آفرین به تو. این آخرین حرکتمونه، حرکت پلنگ. میریم نگه میداریم، دقیقاً باسن به همین اندازه. فشار روی شکم، شکم رو منقبض میکنیم با فشاری که روی شونه فشار بیاریم به شکم. نگه دار. 3 تا ست 20 ثانیه‌ای. فشار بیار، شکم رو منقبض کن. آفرین، آفرین به تو. عالی بودین، از من بهتر بودین. آفرین. مرسی ازتون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودین. من قراره هر هفته براتون ویدیوهای آموزشی بذارم، عضله سازی، چربی سوزی، ترکیبی. لطفاً به کانال من اضافه بشین. مرسی.